سلام به همه، خوش آمدین به آپدیت جدیدمون از بازار ارزهای دیجیتال. طبق معمول امروز بازم یک آپدیتی می داشته باشیم راجع به بیت کوین و بعضی از آلت کوین های مهم و اساسی. آیا روند سعودی ما ادامه خواهد داشت یا نه ما یک پولبکی خواهیم داشت؟ من در هفته گذشته گفته بودم که من منتظر یک پولبکی هستم. راجع به هم امروز صحبت میکنیم. چی اتفاقاتی در یک هفته گذشته افتادن و همچنین دیتاهای آنچین و ETF ها در جریان یک هفته گذشته چی کار انجام دادن. همه این موضوعات امروز در این ویدیو با هم صحبت میکنیم. خب در قدم نخست شروع میکنیم از وضعیت عمومی مارکت که در جریان یک هفته گذشته چطور بوده، کدام ارزها از خود استقامت و قدرت نشان دادن، کدام ارزها ضعیف بودن. میریم یک دفعه به صورت عموم مارکت میبینیم و باز برمیگردیم راجع به موضوعات دیگه صحبت میکنیم. این بازار ارزهای دیجیتال در جریان یک روزی گذشته هستند. در جریان یک روزی گذشته بعضی از ارزها خوب بوده، خصوصا ورچوال. یک ارز AI است، خیلی خوب بوده، عالی بوده. سی هم خیلی خوب بوده، سونیک هم خوب بوده، اینجکتیو هم خوب بوده و CRV. خب اینایش که یک میم کوین است. هایپ هم خوب بوده. اگر در جریان یک هفته گذشته رو ببینیم، در جریان یک هفته گذشته بازم بهترین بازدهی را ورچوال داشته. باز در کنارش سووی، سی، سونیک، ولت کوین هم بوده. اینا هم خوب بوده. یک ماه گذشته رو ببینیم، در جریان یک ماه گذشته بازم بهترین بازدهی را ورچوال، فیچ، سووی، هایپ داشته. هایپ معمولا خوب بوده. ما راجع به هایپ یک ترید هم داشتیم. بذار ببینیم که چی وضعیت هستم. یم از ترید هایپ ما خوب است. در حدود 390% سود هست. در قیمتی 13.4 ما گرفته بودم و یک 50% سود خود چند روز پیش گرفتیم در قیمتی نزدیکای $20. حالا بقیهش میمانم با بول مارکت تا کجا را خواهد رفت. خوب است تا به حالی. خوبیم از ارزهای دیجیتال در جریان یک ماهی گذشته. جریان یک روز گذشته هم خوب بوده. راجع به سونیک، سی من چندین بار راجع به اینا حرف زدم. چون از نگاه توتال ولیو لاک اگر یک دفعه اینا را بررسی کنیم به چی وضعیت است، وقتی سیر میبینیم از نگاه توتال ولیو لاک به شدت در حالت رشد هسته. سکنین 510 میلیون دلار لاک شده، یعنی قفل شده. خیلی خوب هسته. سونیک ببینیم، سونیک همچنین به صورت عموم به سیری سعودی داره توتال ولیو لاکشن، اما در جریان یک ماه گذشته حالت ثابت قرار داره که مو توتال ولیو لاکشن از $1 میلیارد تغییر خاصی نکرده. اپتوس هم خوب هست، راجع به اپتوس هم صحبت کرده بودیم. سووی همچنین توتال ولیو لاکشن به شدت در حالت رشد هست. اینا توکن هایی هست با قدرت و پتانسیلی بالا برای فعلا. خب از اون قسمی که دیدیم بازار ارزهای دیجیتال در جریان یک روز و یک هفته گذشته، بعضی ارزها قدرت و استقامت خوبی داشتن. راجع به چند تایشان ما قبلا هم صحبت کرده بودیم. سونیک، سی، اپتوس، سووی و غیره ارزهای دیگه. به صورت عموم این ارزها خود پتانسیل و قدرتی زیاد نشان میده. تا چی زمانی دوام خواهد کرد باید ببینیم که بازدهیشان چگونه خواهد بود. امیدوارم این ارزها را به یاد داشته باشین. خب حالا میریم یک دفعه چارت های بیت کوین و بعضی از آلت کوین های مهم را میبینیم که در کجا هسته و راجع به اونا هم صحبت میکنیم. چون من هفته گذشته گفته بودم که من به این باور هستم که یک پولبکی کوچیکی، نمیگم که به صورت عموم بازاری نزولی شروع میشه، یک پولبکی کوچیکی خواهیم داشت. ببینیم حالا چگونه است. روبروی ما حالا اینجا چارت روزانه بیت کوین هستم. هفته گذشته ما گفته بودیم که احتمال یک پولبک تا قیمت‌های $85,000 را وجود داره.
چون از نگاه استاتستیک RSI ما در تاپ بودیم. حالا همچنین در جریان یک روز گذشته دوباره ما قیمت $96,000 امروز حالا شکستاندیم که اولین بار است بیت کوین به $96,000 میرسه. در جریان 3 ماه گذشته من شخصا خودم تا هنوز باور در یک پولبکی دارم. شاید تا $85,000 را نرسه، اما حداقل تا $88,000 را شاید برسه. حالا اگه یک دفعه ایتریوم را ببینیم، حالا اینجا روبروی ما چارت روزانه ایتریوم هسته. ایتریوم همچنین دمی خانه 1800 1850 تا و بالا میشه رنج میزنه. ما هفته گذشته گفته بودیم تا اینجا را خواهد آمد، اما خریدارای زیادی ده برای ایتریوم موجود دارم. امکان نزدیک دوباره تا 1500 برسه شاید خیلی کم باشه دیگه. اگر پول بکی کنه تا 1650 را احتمال داره. من تا نوزه به این باور خود هستم، ایلا اگر 1800 را بشکنه و یک کندلی بالای 1900 بسته کنه. حالا یک دفعه سولانا رو ببینیم. سولانا همچنین بازم دمو خانه 150 رنج میزنه. باور داشتیم که یک پول بکی داشته باشه تا $120 را، اما نه، یک کمی پول بک داشتن تا $140 را، اما تا 120 نرسیدن. اما اندیکاتوری استاتستیک RSI در حالت پایین آمدن است. چقدر پایین میایه بذار ببینیم که قیمتشان چقدر تاثیر میگذاره. من باور هستم که این یک دفعه تا اینجا را باید برسه. خب یم از سولانا. خب بزنم یم از نگاه تکنیکی، از نگاه تکنیکال انالیتیکس استاتستیک RSI روزانه در حالتی تاپ هسته، در موقعیتی تاپ خود هسته. من به این باور هستم که یک دفعه باید پایین بیایه. شاید قیمت و قدر زیاد پایین نبیایه، اما یک دفعه کمی باید پایین بیایه. من تا هنوز باور هستم که یک پول بکی شاید زیاد نباشه، شاید کوچیک باشه، ما می داشته باشیم. بذار ببینیم که چی اتفاق میفته. شاید من اشتباه کنم، انسان از خطا خالی نیسته. حالا یک دفعه میبینیم که اخبارهای مهمی که در جریان یک هفته گذشته افتاده چی هسته. یکی از اخبارهای مهمی که فعلا در جریان هسته او کنفرانسی توکن 2049 هسته که همین حالا در این روزها در دبی جریان دارم. امروز روزی دوم میشسته یا سوم میشسته در جریان هسته و حالا میریم میبینیم که اخبارهای مهمی دیگر در توییتر یا اکس چی هستن. یک از خبرهای جدید او عبارتند از این است که سونیک، حالا شما میتونید که سونیک در بایننس والت همچنین ترید کنید. قسمی که پیشتر بهتون گفتم سونیک یک از جمله ارزهایی که خیلی از خود قدرت و پتانسیل نشان میده دیگه. یک جدیدن با بایننس یک پارتنرشیپ انجام داده که میتونه بعد از این در بایننس والت همچنین سونیک به دسترس باشه. یک از اخبارهای جدیدی که تازه آمده او عبارتند از مورگان استنلی هستند. مورگان استنلی جدیدن اجازه ای را داده که میتونه مردم بیت کوین و کریپتو را در ای تریدشان، در پلتفرم ای تریدشان در اونجا میتونه که ترید کنه، یعنی در اونجا بیت کوین و کریپتو خرید و فروش کنه و یا ترید کنه. مورگان استنلی یکی از سازمان های بسیار بزرگی در ایالات متحده آمریکا هستند. پس دوم یک اخبار خیلی مهم وجود داشت راجع به مورگان استنلی و راجع به ارزی سونیک بودن و همچنین راجع به سوی هم یکی از اخبارهای جدیدی من خواندم دیروز. حالا دقیق من نمیتونم او را پیدا کنم. حالا یک دفعه میریم که از نگاه آنچین ببینیم چی اتفاق افتاده، ETF ها چی کار کرده، ترس و طمع در کجا هسته و غیره و غیره موضوعات. اگر از ETF اسپات ایتریوم شروع کنیم، ETF اسپات ایتریوم در جریان یک هفته گذشته رشد خوبی داشتند.
24,000 دانه، 35,000 دانه، 58,000 دانه، 35، 10,000 دانه ایتریوم خریداری شدن. اما دیروز یک منفی داره، به مقدار کمی هسته، 1.28,000 دانه ایتریوم فروخته شده. اما در جریان یک هفته گذشته خوب بودن. صندوق های ETF خریداری زیادی انجام دادن. بیت کوین ببینیم. بیت کوین همچنین دیروز منفی بودن، اما در جریان یک هفته گذشته فوق العاده خریدی مثبتی داشتن که همگی خریدی زیادی انجام دادن. ببینیم که آیا این شروعی یک پاز هسته برای ETF ها یا نه امروز دوباره خرید میکنه. و به صورت عموم اگر ببینیم در جریان یک هفته گذشته این بیشترین خریدی ETF ها بوده بعد از دسامبر که یک کندلی فوق العاده کلان و بزرگی هسته. حالا اگر یک دفعه ترس و طمع را ببینیم، ترس و طمع به حالتی طبیعی هسته، در قیمتی 53 هسته، حالت طبیعی هسته، یعنی نه زیاد ترس وارد مارکت هسته نه طمع زیاد، در مقایسه با یک ماه گذشته که حد اکثر ترس وارد مارکت بودن. حالا یک دفعه میریم که لیکویدیشن ها رو ببینیم. در جریان 24 ساعت گذشته یک لیکویدیشن بسیار فوق العاده زیادی در قیمت 96,000 دلار بودن که لیکویدیشن ها را همین در جریان 2 ساعت الی 3 ساعت گذشته جمع آوری کردن. 48 ساعت ببینیم. در جریان 48 ساعت گذشته لیکویدیشن زیادی ما در قیمت های پایینی داریم. 3 روز ببینیم لیکویدیشن های زیادی ما در قسمتی پایینی داریم. دیگه لیکویدیشن های زیادی که در قسمتی بالا 96,000 دلار بدن او را کلیشانه جمع آوری کردن. مارکت به صورت عموم برای بیت کوین خیلی خوب هسته، چون سیزن بیت کوین هسته. آلت سیزنی 2.0 هنوز شروع نشده. خب از امیدوارم که آپدیت امروزی برایتان مفید واقع شده باشد و خوشتان آمده باشد. اگر خوشتان آمدن لطفاً با دوستا و عزیزایتان هم شریک کنین و یک لایک هم فراموش نکنین. پس تا آپدیت های بعدی شما را به لایک پاک میسپارم و امیدوارم شما را به قله ها ببینم. بای.